میخواستم یک شال کنم برای خود حالا که بند امار میشه میخوایم سودا کنم و خرج کنم برای عزمی بند. ای نام خدا. نام اربستویی که در استرالیا بودن جناب استاد. خب بله یک لیستی را برای ما فرستادن. ماشاءالله که نمیدونم تعدادش یادم رفت چند نفرن. خب من گوشیم نگاه کردم حذف شده، ولی در گام اول دیگه کمکی گام اول است. تخمینی او زمان حالا که ما در ذهنم هست در حدود 5-6 لک افغانی. ماشاءالله اللهم صل. مادر جان چه سال آورده؟ چادر آورده؟ آره. به خاطر چه سال آورده؟ به خاطر میز شادی دیگه خوشحالی. خب بند جورش نه بخیر نه. خدا تو خیر بده. خدا. کوکای یک دونه بوز. آفرین. نام تو؟ خدا بخش قاسمی. اینه خدای مهربان و به نام قلب‌های مهربان و به نام دست‌های سخاوتمند عزیزان سخاوتمند هر که هستند و هر جایی که هستند و به نام قدم‌های بلند هیئت عزیز و محترمی که در راستای خدمت برای بشریت و زدودن غمها و مصیبتها و آلام و نکبتهای ناشی از طبیعت خشن و بیرحم در این سرزمین آمده تا سراغ دردهای بیدرمان این مردم را بگیرند و در سهم خویش اقدام و در زدودن مصیبتها و آلام این مردم اقدام عملی نمایند. افتتاح بند و سد وطن ارزگان خاصه است. آغازگر این برنامه مبارک و میمون عبارت است محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قریه اربستو زبان گویایی دارد به نام خواهران عزیزی که امروز این گروه دیگر شده اند. امروز به نام گروه اربستویاب نمی شود، امروز به نام گروه بند وطن ارزگان خاص شده است. لذا خیر مخدم مهمانان عزیز را می سپارم و زبان گویای این مردم که عبارت است از گروه خیر مقدم گوینده از شمامه عزیز که رهبر آزاده دختران در بندند. تقاضا میکنم اینجا تشریف آورده دختران تصمیم دارند رهبر جدید آزاده یافتند، رهبر آزادهشان را با دستگل استقبال کنند و سمت رهبریشان را مبارکباد بگویند. از استاد شمامه دعوت میکنم تشریف بیارید. و تشکر فراوان از دختران عزیزی که درست است آرزوهایشان مرده است اما احساس همجنسیتیشان نمرده است. با تقدیر و تشکر از همه عزیزان اینک توجه شما را به سخنان انجینیر صاحب نجیر جلب میکنم که اینجا خبر از کار ریایی خبری نیست، جز دست طمع فکر گدایی خبری نیست. نه تقدیر کار است نه هم کوشش و زحمت، جز
ترک وطن حال جدایی خبری نیست. نه باغ و چمن خرم و نه شرشریابی، جز نخل پر از خار و درخت و ثمری نیست. تا کی خوریم از سفره بیگانه غذا را، از کاروانی ترقی خبر و هم جزری نیست. خب عزیزای بیننده و دوستایی که در اینجا حضور دارند، در این روز بسیار خوب و خوش ما منطقه را دیدیم، بررسی کردیم. ولی تمام دوستای خود بگوییم که اگر واقعا شما میخواهید یک کاری بسیار بنیادی و اساسی را بکنید که حتی همسایه‌های شما از این کار شما مستفید شود، تا خوجه روشنی و اوله و تا گنده و حتی تا منطقه بلاغه را ما جای بند در منطقه گلی انتخاب کردیم. ماشاءالله. جای بند در واقع خدا ساخته ای که ما تبال پیدا نکردیم، ایش گناه ماست. ما پیدا کردیم که در اونجا اگر بند بسازی، حتی همین منطقه وسیع اطراف عربستو، چی حاجت به عربستو تا خوجه روشنی تا شش برجه هم از این بند استفاده خواهد کرد، چون یک موقعیت بسیار خوبیش است، ساحه بسیار تنگ است، یک کاسه بسیار کلانی داره که اگر 12 ماه هم همین او بره اون منطقه گنجایش داره. ماشاءالله. و از دوستایی که در بیرون هستند در این قسمت فقط خواهش ما تقاضای ماست که ما را حمایت کنید، یک بند بسیار خوب در اینجا ساخته شود. ما امروز افتتاح بند خود یا کنندنی زیرا و خیر شروع میکنیم، کار ما در واقع شروع است. ان شاء الله. سلامت باشید. تشکر. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء تا زمین را سرسبز و پرگل بسازیم و از زمین رزق و روزی خدا دریافت کنیم. به مو منظور نیک که همانا نیت خیر سرسبزی محیط باشه، گلستان ساختن محیط و منطقه باشند، مردم با احساس و با درک عربستوی ارزگان خاص همانند نیاکانشان بلند همتیشان را به نمایش گذاشته و قرارند که اینجا یک بند بزرگ را به نام بند وطن اعمار بکنند و انشالله که گام خیریه و مردم مصممه که ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، با نفسهای وجودم دم به دم می سازمت. ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس هم می سازمت. آن قدرهایی که می گویند تنبل نیستم، باورم کن یک رقم نه یک رقم می سازمت. خواهرای ما، مادرای ما، کودکای خردسال، پدران بزرگوار سر از امروز تصمیم گرفته یا بمیریم یا بمانیم. اگر مردیم خدا بیامرزی ببریم، اگر ماندیم باید سرسبزی وطن را در چشم سرخ مشاهده کنیم. همکارای ما پشتون است، همکارای ما تاجیک است، جیلانی صاحب پنشیر است و جناب آقای لوگری صاحب است، محترم انجینیر صاحب قادری پوپل قندهار است و الحمدلله ما از قندوز زیبا هم کارهای زیاد داریم. میخوایم بگیم ای هموطنا، واصل شو چون قطره در دریای مهر و اتحاد، تا به کی وادی به وادی گام تنها میزنی. فرزندای افغانستان اگر امروز درد و رنج حقارت را میبینه به خاطر عزیز که ما متاسفانه از همدیگر فاصله داشتیم. ز خود بیگانگی های من و تو، سیاه شد خاطر خرسند میهن. خورد پیوند اگر دست من و تو، توانیم پینه و پیوند میهن. به خدای وحده لا شریک له قسم مخورم، برادرای پشتون ما تاجیک و ازبک ما بدانند بدون هزاره آباد کدونی این سرزمین خواب و خیال است. از این مردم کلم و نارها ساخته شده، گورهای دست جمعی ساخته شده. عشق از این مردم نسبت به این خاک آنچنان زیاده که تمام او درد و رنج ها را فراموش کرده و همان آرزوی گلستان ساختن افغانستان را در سر دارند. امروز دخترها و بچهای جاغوری از دورترین منطقه در ارزگان آمده، چنانچه سال گذشته در ننگرهار رفتیم، به زودی به بدخشان خود رفتیم، به زودی در شرق و غرب و شمال جنوب کشور خود رفتیم و از تمام مردم افغانستان درخواست خواهیم کرد تا بیاییم دست خود را یکی کنیم، افغانستان را شرق و غرب و شمال و جنوب و مناطق مرکزیش را تماما را سرسبز و زیبا و پرگل بسازیم.
یک دست تنهایی آواز نداره، کی موگه دنیا از یک گل بهاره. اگر ارزگان را گلستان ساختیم، جاغوری را صد بند برایش ساختیم، همسایه های ما تشنه بود. امروز ما درد و رنج کودکان زابولی مرا درد از او پیچ کرده و مرا ناآرام ساخته که کتاب برای خواندن ندارن، قلم برای نوشتن ندارن، که کفش در پاهایش نیستند. در سرمای سوزان زمستان بدون کفش روی زمین را میرن. این بی‌توجهی به گلهای از این سرزمین هستند. این نامهربانی به فرزندان از این سرزمین هستند. تا ما و شما دلهای پر عقده و پر از کدورت داشته باشیم، اینمی دربدری است، اینمی خاک بسری است. ما همون قسمی که کودکان جاغوری رو میخواهیم مثل گلهای بهاری شاد باشه، همون قسمی که کودکان ارزگان رو میخواهیم سربلند باشه، همون قسمی میخواهیم دختران بیشمار پشتون انجینیر باشه. در تمام زابل بزرگ یک دکتر زن وجود ندارن. زن را خود دکترش یلکو که شفاخانهش و کلینیکش وجود ندارن. ما قد هموطنان صحبت کردیم، چندین مادرات در مسیر را جان خور از دست دادن، کودکشان متاسفانه سلامت به دنیا نماده به خاطر بی توجهی. او نیاز به این داره که هزاره آبادگر دستی از اونها را بگیره. گفت شما میگین چو استاده دستی افتاده گیر، امروز افتاده ها مردم پشتون هستن، استاده ها شما هستین، دست ما رو لطفاً بگیرین. همه عبدالرحمن نیست. او عبدالرحمن فقط یک نفر بوده گذشته. باور کنید ما مهربانی را در برادرای پشتون خودیدیم. ما پیش از یک از برادر ارزگانی و از برادر هزاره بخوایم در بند وطن کمک کنه، از برادر پشتون میخوایم کمک کنه. از برادر پنشیری و از برادر تاجیک و ازبک خود میخوایم در بند وطن ارزگان کمک بکنه. این بند ارزگان نه، بند وطن، بند افغانستان هستند. دوستا، کتابا پر از ظلم و جنایات، کتابای مربوط به تاریخ، اما تاریخ فردا باید پر باشه از مهرورزی ها. تاریخ فردای از این سرزمین صفحاتش باید پر باشه از مهربانی ها و شفقت ها و مهرورزی ها و نیکی های مردم افغانستان نسبت به یکدیگر. وقتی یک مشکل سر برادر هزاره بیاید، دست برادر پشتون به حمایت بلند شود. وقتی که یک مشکل سر برادر پشتون ما میاد، دست هزاره باید به دادخواهی بلند بشه. در آخر میخوایم بگیم که انشاءالله نور، وادی نور، رسانه های جاغوری، رای رشد، همه تصمیم داریم دو کار کنیم. اول فرهنگ ناب همدلی را جاگزین فرهنگ مبتذل تکروی تبعیض بکنیم انشاءالله. و در ثانی بربادسازی، ویرانگری را دیگه خاتمه داده و فصل ناب و نوین آبادگری و سازندگی را انشاءالله ترویج کنیم. انشاءالله در قله قله ارزگان پرچم سرسبز آبادگری و سازندگی برافراشته خواهد شد. چنانچه که امروز انشاءالله در زودترین وقت پرچم پر افتخار آبادگری روی این قله ها نصب خواهد شد. ما دور نمیبینیم او روز را که اینجا چند صد هزار متر مکعب آب در بند وطن انشاءالله جمع و ذخیره خواهد شد. ما او روز دور نمیبینم که پرنده های وحشی آمده در اینجا در روی آبتنی کرده و خود را تر و تازه کرده به طرف لانه ها و کاشانه های خود رفت. باور به خدا کنید روز را امیدوارم ما چیزی که میبینم دشت خاک، یک روزی که چیزی که ببینم تماما سرسبز باشد و جنگل باشد و درخت باشد و گل و گیاه باشد. او روز مطمئنم که سنگ و چور او کنه همت مو. دخترها این میشه خیلی آسوده. سنگ و چور او کنه همت مو مشترکی تو کنه ملت مو. کل گارجون که خودم هم زاده شده از این قریه و منطقه هستم. خواهران و برادران، خرد و بزرگ و همه. و دوم عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزانی که از قریجات دیگر مستفیدان در این مجلس
افتتاحیه بند وطن وارزگان خاص تشریف آوردند و در گام سوم از همکاران عزیز جناب انجینیر ملی و کشوردوست انجینیر نجیر صاحب و جناب استاد اخلاصی شخصی دردمند درد آشنای ملی جهان سپاس و تشکر دارم. همچنین از نمایندگان عزیز تلویزیون راه فردا و تلویزیون تمدن جناب مهرورز و حسنزاده که در فضای بارانی و برفی پذیرفتند و ما را در این سفر همراهی کردند. موفق و کامیاب باشند. همچنین جناب آقای انجینیر احمد شاه اخلاقی که در قسمت ترانسپورت و وسیله نقلیه ما را همکاری کرده و جناب جوان عزیز ما تشکر میکنم. باز تشکر ویژه داشته باشه به جای فرصتی است از اساتید محترم حوزه علمیه مبارک امام صادق بازار گنداب ورزگان خاص جناب استاد محترم و عزیز محسنی و همچنین جناب استاد عزیز با هنر و همچنین حضرت مستطاب شیخ برای این محفل یک فضای فراهم شده بهاری و هوام با ما یاری کردند. خب ما یک چند دقیقه کوتاه چند نکات و مطلب را به صورت گزیده تلاش میکنم خدمت عزیزان عرض کنم. اول زبان ما نسبت به عزیزان که اندیشه آبادانی کشور را دارند و برای عملی سازی و عملی کردن این اندیشه آبادی کشور در طی نزدیک 3 سال گام‌های بزرگ عملی را در بخش بند آبسازی، پلسازی، پلچکسازی، سرکسازی و مکتبسازی قدم‌های برداشته‌اند. دیگر ادبیات ما، زبان ما توان بازتاب دادن خدمات عملی عزیزان را ندارند و فقط این را عرض میکنم که شما معجزه آفریننده آب در کشور ما هستین. نام شما را ما میگذاریم معجزه دوره و زمانه. انشاءالله که بر سلامتی و توفیقات شما بیفزاید. و نکته دیگر به عزیزان عرض میکنیم که ما در کابل که هستیم استادا و بقیه همکاران همچنان حامی و پشتیبان شما بودیم، هستیم و انشالله خواهیم بود. از کلمه مظلوم سخت خوشم نمیاد. برگردیم از این تعبیرات خدمت شما هر شب ناامید کننده. نه، مردم قهرمان اربستو، مردم مقاوم اربستو، مردم قهرمان ورزگان خاص و مردم مقاوم ورزگان خاص و واقعا هم همین گونه هست. هر گونه توانایی هایی که شما در بشر سراغ دارین در تک تک از این مردم این توانایی وجود داشته و دارد. فقط برنامه لازم هست، اراده لازمه، تصمیم لازم هست که این توانمندی ها شناسایی شود، زمینه رشد و شکوفاییشی فراهم شود. لذا ما همینجا میگیم به همه از این عزیزان و همه از این جوانان هرگز شما مظلوم نبودین و نیستین و نخواهید بود. شروع شده است بحث بندسازی و مدیریت آب عمر به درازای بیش از 400 سال دارد، چیز جدیدی نیست. پس عزیزان بیاییم اربستو، سیاه‌بغل، وله و خوجروشنی، سیوک، حسینی تشنه هستند، نه از این جهتی که آبی نیست بلکه از این جهتی که برنامه‌ای نبوده برای مدیریت و کنترل آب. عزیزانی که اونجا رفتین کمک کنید که انشالله برنامه‌ای که جناب انجینیر صاحب، استاد اخلاصی و کسانی دیگر دارند این نعمت‌ها مدیریت شود، تحت کنترل قرار بگیره. همون شعار استاد اخلاصی که همه قریجات سرسبز هست ولی سرسبزتر شود، زنده‌تر شود، بیدارتر شود و شکوفاتر شود. این ریز است. و یک تیکه زمین دیگه میگه کچه تخته، نامش کچه تخته است که در حدود 7-8 سر تو خمریز هست. این جایداد شخصی ماست که در تقسیم بندی بین برادرها این سهمیه ماست. خب ما اینمی 3 تیکه زمین را وقف میکنم
برای مسجد اربستو. احیای مناطق ورزگان در واقع احیای تاریخ و احیای هویت ما و شما است. بنابراین کسانی که در داخل کشور هستند اگر امکانش باشند بعد از اعمار بند آب که انشالله نتیجه شما ملموساً میبینیم بعداً و به زودترین فرصت به اتمام خواهد رسید، انشالله شما هم دست از هجرت بکشین، در آغوش باز وطن خویش و زادگاه خویش برگردید. 4000 از طرف ذوالفقار اخلاصی. آره. 1000 از طرف فرهاد اخلاصی. آره. 4000 1000. آره. از ما 1000. از ماشاءالله امیر رهبر دختران آزاده سرزمین دیگه از طرف شمامت جان 500 افغانی. اینی را استاد یک نفر جمع که دیگه که ما بتم امیر دجیب. از طرف انجینیر صاحب عبدالخالق نجیر سردار سازندگی و انسان آبادگر و دلسوز 500 افغانی. خب در صف باشین دوستا، از صف مراعات کن لطفا دیگه. از طرف یالا پیش قدم شین دوستا که حی علی خیر العمل. چند از طرف محترم خدا بخش کلان یک درخت چنار یک درخت کمک شد. طرف موسای اخلاقی یک دانه درخت چنار. از طرف محترم موسای اخلاقی یک دانه درخت چنار. اما افغانی از طرف محمد ظاهر یک دانه گوسفند. از طرف محترم محمد ظاهر یک دانه گوسفند بسیار چاق و چله. ماشاءالله محمد ظاهر. از طرف محمد شریف از طرف محمد شریف یک دانه درخت. ماشاءالله 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 ماشاءالله. نام خدا به 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 به. دوستا اینا نگین که توفه مات. بسم الله. صاد 35 که صاد خدا خبر که انشالله اینمی دیگه یک دو سه ساعت کار بیل را پیش مبره با امید خدا. دوستا تشکر از طرف محترم محمد شریف اینه ماشاءالله نام خدا. اصل والا بوز گوسفند از طرف محترم غلام حضرت یک دانه گوسفندی که انشالله 20000 افغانی قیمت حتما است. از طرف ماشاءالله نام خدا. آفرین. از طرف محترم عبدالرزاق یک دانه درخت چنار دیگه متخب درخت سربلند کمک کرده. محترم عبدالرزاق. از طرف سلطان اکبری یک دانه درخت. محترم سلطان اکبری یک دانه درخت کمک کرد. خدا خیر بده ان شاء الله را. ماشاءالله نام خدا. نام تو؟ نام احمد شاه زینی. آره. تا دو دانه درخت احمد شاه حسینی. محترم احمد شاه حسینی یک دانه درخت چنار را کمک کرد. یک دانه رؤوف نجفی یک درخت. یک دانه دو دانه نه یک دانه. امیر بخیر رواج یک دانه کجا؟ نام تو چیه؟ محترم رؤوف نجفی یک دانه درخت چنار کمک کردن. ماشاءالله. یک دانه درخت چنار. خداداد قاسمی این دفعه درخت چنار کمک نه از اینکه بس درخت اولیاد کمک کرد. بخیر درخت اولیاد. آره ماشاءالله نام خدا. کوکای یک دانه بوز. آفرین. نام تو؟ خدابخش قاسمی. اینه محترم خدابخش قاسمی گوسفند کمک نکرده این دفعه، یا خوب دن نربوز کمک کرده. ماشاءالله تشکر برکت دمال شم. انور چنور محترم کربلایی چشم. محترم کربلایی گل محمد یک دانه درخت چنار برای کربلا. برای که تمیز نشه و منطقه یک دفعی بود. 20000 است. 20000. از طرف دکتر صاحب احمدی 18000 کم 20000 افغانی کمک کردن ان شاء الله. خدا خیر بده ان شاء الله. آره دیروزم 20000 کمک کردن، این روزم 20000 کمک کردن. از طرف علی مدد ابراهیمی یک دانه درخت چنار. محترم علی مدد ابراهیمی یک دانه درخت چنار کمک کرد. خدا خیر بده ان شاء الله. تشویق کنه نشان ده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وکیل صاحب استر چیز کنه بگیم.
از طرف رضا افضلی یک دونه گوسفندی که نه کلان نه خورد. رضا افضلی رضا افضلی محترم رضا افضلی یا خوب دانه بسان کمک کرده ماشاءالله را. آره خوب دانه بسان کمک کرده. ای شیر بچه نام شیر جان همین تخمینای قیمت گوسفندم بگید. آره ما خدا اوش که داشتم همین نادیده ما چیز بگیم گوش که نه دوستا همین کمک دیگه فقط غیرت میخواد. مصطفی اخلاقی مبلغ 50 کلدار برای بند کمک کرده خدا خیلی دار پی مولایا آقای خیلی شما کمک در مطل که نوبت شما تنوز بین اگه خواهد باید دیگه خیره جای من دور درخت کمک میکنم عورده نمیشه آجی آمین محترم آجی آمین محترم آجی آمین مبلغ 500 افغانی کمک ده برای آموزش مارش یک صلوات الله صلی علی محمد و آل محمد اگر نمو گفت درخت کمک کنم مون رایش دور و کرایه از کسب چی نام تو چی ایوازی آره محترم ایواز ولد محمد جمعه یک دانه درخت کمک خدا خیر بده ان شاء الله سلامت باشین نام خدا اسرا محترم خداداد رفیعی خداداد رفیعی 500 افغانی کمک کرد خدا خیر بده ان شاء الله خدا خیر بده. خب مادرها شما هم کمکید به کمک شما یه امکان نداره که کار در جای برسه. نسیه قبول میشه؟ نسیه هم قبول میشه. 1000 افغانی سر مده نسیه نفته. از طرف استاد فیاض مبلغ 1000 افغانی برای بنده وطن کمک شد. آره ماشاءالله مادر محمد علی افتخار آفرید. مادر محمد علی نه ساکن ماشاءالله نام خدا آفرین 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 به همت مادر از ما یک دانه کره ما یک دانه چوری و کره کمک کردن خدا خیر برکت بدن. او مادرها او خواهرایی که در بیرون هستین امید دار و ندار مادر از ما نمی بوده دیگه بخیر شما فکرشون باشه. او مادری محمد علی بود. خب نام خدا برای سلامتی خودش و منفعت امواتش صلوات. اللهم صل علی محمد. آره مادر جان سنایان مادر سنایان تو دیگه امیر چی که دایی در کتاب شیخ کالا ندی نه ضرورت بدی نمیشه. خو از او دایی ضروره ضروره مادر سنایان لطف کرده یک بهترین راه را برای بند کمک کرده که سودا کنه به خیر پیسش بند جور شنه ان شاء الله خدا خیر برکت بده. تشکر مادر جان زنده باشید مادر جان. آقای شما مادر اسدالله کالایا یا خود دونه چادر برای بند کمک کرده خدا خیر برکت بدین. نام خدا مادر جان از ما را تشویق کن مادرها را خوب تهیه تشویق کنن. مادر خداداد خوب دونه چادر کمک کرده مادر خداداد رضایی انمی دیگه در توانش هست خدا خیر برکت بدین. آره مادرها را که تشویق نکنید گردون دم بس میشه. مادر سردار نام خدا مادر سردار عمرش دراز باشه. مادر سردار حسینی 100 افغانی کمک کرده خدا ان شاء الله این 100 که است 2 صفر دیگه 3 صفر دیگه حتما اضافه میشه بله ان شاء الله. تشکر مادر جان. مادر خداداد مبلغ 500 کلدار را کمک کردن خدا خیر برکت بدن مادر جان را سلامت باشین. چیز گفتی توان از ما دیگه توان بل نداره دیگه دیگه نداره. خدا خیر بده سلامت باشین. از ما یک درخت خشکیده خب ما درخت نسبتا زیادتر در بین کلی درخت های یک دانه خشک کنیم. وکیل صاحب افتخاری دیگه میخواد که یک دانه درخت را کمک کنه که از تمام درخت‌ها قوی تر باشد. تشویق کنید وکیل صاحب سلامت باشین. این یک 4000 کلدار از طرف از من. از طرف استاد محسنی مبلغ 4000 کلدار برای بند وطن. تشکر استاد محسنی. مادر جان چه سال آورده؟ چادر آورده؟ آره. به خاطر چه سال آورده؟ به خاطر میز شادی دیگه خوشحالی. خب بند جور شنه بخیر نه؟ خدا تو خیر بده. سلامت باشید. خدا شما خیر بده. سلامت باشین. تشکر دیگه. از طرف مادر عبدالله یک دانه چادر کمک شد. آقای شما چه سال؟ آفرین. خدا خیر بده. نداشتین؟ دیگه نداریم. خب انا اگه لالا خلا را یک نه دیگه خارج نه بچهای تو نه ما بچایم خب بیرار تو خب نه رایی نه بخیر کلی مون لالا خلای کلمون جنو لاله استوی دیگه. آره شیر بچا کمک کرده. نام خدا آینده سازانی عزیز سرزمین انمین و نام تو چیه؟ شهرام. چند کمک کرده؟ 100 کلدار. آفرین در غیرت تو. نام خدا در غیرت. شاباش آفرین 100 کلدار از طرف شهرام. دارفین قبوله. ره نام تو. نام عبدالحسین حیدری. عبدالحسین حیدر یک دانه درخت چنار کمکت خدا خیر بده. از طرف دکتر صاحب
دکتر صاحب بزرگوار استاد باقری لطف کردن خواستن نام مبارک خورد در جمله آبادگران و حامیان مالی از این بند نیکنام درد کنن مبلغ 1000 کمک کردن ان شاء الله. استاد رو تشویق کنید. میمانار پیسش دیگه کرایش کردینی. خود سلام. درخت از نه حبیب حسینی حبیب حسینی نام خدای حبیب حسینی داخل از ما بود. خو او کو بسیار قوی آدم بود. شما من متقوی از خندیدون تو ساعت هم زودیه. آره حبیب حسینی هم یک دانه درخت چنار کمک کرد. تشکر زنده باد حبیب حسینی. با انجینیر روح الله رضایی یک دانه درخت. محترم روح الله رضایی یک دانه درخت کمک کرد چنار آن رقم کی بود درخت ان شاء الله خدا خیر بده. تشویق کنید آقای رضایی. عبدالخالق رضایی یک درخت. محترم عبدالخالق رضایی هم یک دانه درخت چنار یا یک دانه درخت ولایت کمک کرده. خدا خیر بده ان شاء الله. تشکر اگر دانه دستی میدین 5000 تا کلدار میدم. بالکل ما قبول داریم. علاوه بر از یک دانه درخت 5000 کلدار هم کمک کردن. نمی آدم وحید الله رضایی. آره دیگه ماشاءالله. قادری غلام نبی نیخ بال برد یک دانه گوسفند بسیار سرا کمک کرده. قادری غلامی شادی امواتشون صلوات. قادری غلامی بود. غلام نبی عبدالعلی حسینی غلام نبی ملا غلام نبی نام تو چیه؟ عبدالعلی حسینی. قادری ملا غلام عبدالعلی حسینی یک دانه درخت کمک کرد. عبدالعلی حسینی بخیر زیاد نمیتر عجله نه. آره عبدالعلی حسینی یک دانه درخت دیگه بچه‌ها. علیکم السلام. کلان خوب کلام. حیدر نوری غلام حیدر نوری یک موت درخت کمک نکنه کمر آدم چیز. آره بهترین درخت را کمک کردن. خدا خیر. یا بغلا ماشاءالله. آقای اخلاصی نام چی بود؟ غلام حیدر نوری از قریه غلام حیدر نوری دوستا این از قریه سیاه‌بغل کمک کردن استاد. آره چی سال بود؟ یا خوب دانه درخت کمک کردن. تشویق با هنر کنید. میگه که از من اخلاصی بودی که نشتک نداره افغانی فعلا. ماشاءالله استاد با هنر. استاد با هنر دیگه خدا خیر بده ایشان را 1000 افغانی برای بند وطن کمک کرد ان شاء الله. آفرین زنده باد تشکر. از طرف عبدالله اخلاقی پایک کابل. از طرف محترم عبدالله اخلاقی 2 دانه درخت برای بند وطن کمک شد. آره عبدالله اخلاقی از قریه پایک 2 دانه درخت. تشکر. عوض حیدر. محترم عوض حیدر این نام خدا دیگه مو تکنجش خرو حلال میشه. 1000 افغانی کمک کردن. نام خدا خیر بده. عوض حیدر 1000 افغانی دیگه. باید دوستا دختر خانم باید آفرین. خب نامتون؟ نام رضایی. خب طاهر رضایی. برادر طاهر رضایی یک دانه درخت چنار کمک کرد برای بند وطن. خدا خیر بده ان شاء الله. نمی‌سی؟ خب ماشاءالله در این چیزی که در درخت چنار بود. آره ماشاءالله درخت چنار. از استاد از دکتر صاحب شما خسته نشید ما خارجا اعلام کنیم. بخیر از شما بگی که $1 را یک ندم سه یورو را یک ندم سه. آره قبول است. آره سردار صاحب را دیگه تشویق کنید. یک دانه درخت کلان. آره سردار صاحب را چنار دخترا باین دخترا ماشاءالله. دختر آقای خلاف آقای جمالی از طرف آقای جمالی صاحب مبلغ سرور جمالی 500 افغانی آمد. این نوسط 500 افغانی سرور جمالی ماشاءالله. از طرف از طرف اسمت الله جان 100 افغانی برای بند وطن. ماشاءالله. از طرف شیر احمد جان هم خواسته که نام خدا درس کنه. اینا 100 کلدار کمک کرد. آفرین نام خدا ماشاءالله. افسوس که دیستیم بری بوزگانه چک دور از ما یاد بگیرید. خدا یعنی ما چی رقم چک کنم. خیر است. از طرف نام خدا کوچکترین کمک کننده اما آفرین نام خدا ماشاءالله. اینا 50 کلدار کمک کرده بخشش. آفرین آرش ماشاءالله. آرش داد. آقای بیا نوبت است توی امور بخشش نوردی یا بخش بنده ورده. آفرین نام خدا. چند صدیقه از طرف خواهر صدیقه مبلغ 300 کلدار نقدی که 300 کلدار ظاهرا چه میتونه است منتها 3 لگه اکتا 3 میلیون هم نکنیم ولی بسام قرضدار میشه.
از طرف خواهر آمینه حسینی مبلغ 300 کلدار که 3 لک کلدار میشه یعنی کمک شد. خدا خیر بده خواهرای از ما. آفرین، نام خدا، ماشاءالله. از طرف خواهر ما فاضله رفیعی همین لطف کردن مبلغ 500 کلدار برای بند وطن کمک کردن. این خیلی دیگه اونو خواهرایی که ویدیوش میگیرن ممیال تصمیم میگیره که 500 یورو را یک صحیحه. 500 یورو صحیحه. نام خدا، ماشاءالله، نام خدا. آقای نام تو؟ حیدر رفیعی مبلغ 500 کلدار کمک کرد دیگه، ماشاءالله. شما ما فکر هست؟ شاباس، تشکر. بیا آقای. خب خورجان شما چی رقم میتونین کمی بند را کمک کنید؟ چی پیام دارید؟ چیز کار کنید میتونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من میخواستم یک شال کنم برای خود. حالا که بند اعمار میشه میخوایم سودا کنم و خرج کنم برای ازمی بند. ای نام خدا، نام خدا، ماشاءالله 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 ماشاءالله. نگفتی که چند روپیه میشه او تقریبا چند روپیه میشه؟ تقریبا 9000 یا 10000 افغانی میشه. یار ماشاءالله بگه، ماشاءالله بگه. نام خدا، نام خدا، نام خدا. خواهر از چیز نام داشت؟ آمینه. نام خدا خواهر از ما آمینه را. آمینه دیگه باش که چندین نفر دیگه من میتونم کلام الله بخیر سودا کنه. او را کسا خواهر آمینه سال که در داخل سودا نکنه. خود او یک مشتریش در بیرون باشه که او اره بخیره. برادر سنایان قاسمی مبلغ 500 کلدار کمک کرد. خدا خیر برکت بدین. تشکر، تشکر. دفترچه و این لیست سبز حامیا و آبادگران همچنان ادامه داره و این دفترچه در زودی بسته نمیشه. امیا نم هر کس که باید مول اینجا جای داره نوشتن دیدم سر. ای که دیدی؟ مبارک شاه جان محسنی این مبلغ 100 کلدار کمک کرده. خدا خیر برکت بدین. آفرین، مبارک شاه. نام خدا. باین دیگه بخیر، باین که وقت کمه. باین بسم الله. هر کس که کمک خوندش نمولایه. این آقای از مو که هر چی در بساط داشتن از پول نقد، بله، بزغاله، گوسفند، درخت، چوری، رخت، خامک‌دوزی و چیزایی که در اینجا هست برای بند وطن ولایتگان خاص کمک کردن. خدا قبول کنه و بر توفیقات و سلامتی اینا بیفته. نوبت دلار و یورو و پوند و دینار و چیزیه. آره بخیره. خب دوستا عزیزان اربستویی که در استرالیا بودن جناب استاد انجینر صاحب، بله بله، یک لیستی را برای ما فرستادن. ماشاءالله ماشاءالله که نمیدونم تعدادش یادم رفت چند نفرن. خب من گوشیم نگاه کردم حذف شده، ولی در گام اول دیگه کمکی گام اول است. تخمینی او زمان حالا که ما در ذهنم هست در حدودی 5-6 لک افغانی. ماشاءالله 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 ماشاءالله. اللهم صل علی محمد و علی محمد. استاد ما هم صلوات میگیم، هم چک چک میگیم. والله اللهم صل علی محمد و علی محمد. خب بازم خبرایی که ما داریم از عزیزان اربستو و ان شاء الله بقیه‌ای که به این کمک بسنده نمیکنه، کفایت نمیکنه، بندی که افتتاح شود و کارا شروع شود، قطعاً چندین برابر از کمک بازم برای بند خودش، برای بند وطن. تشکر. اینک نوبت میرسد به آغاز کار عملی بند یا پیسنگذاری یا کار عملی پیسنگذاری بند. همه منتظر باشین. اولین کلنگ بنیاد یا اولین کلنگ افتتاح بند وطن ارزگان را جناب استاد دکتر احمدی، جناب انجینیر صاحب نجیر و جناب استاد اخلاصی عزیز و باقری عزیز اولین کلنگ های افتتاحیه توسط عزیزان موصوف زده میشه. صلوات بلند عنایت کنید. خمیر آورده بود. امس قد نان باشه. خوب برمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شما قدم شده نیک کنه مبارک کنه. برش مرا ایمان بیده اون دیگه. سلامت باشین. کش کن. من نگاه نشده. تشکر و خیر دیگر. برکات. با یاری خداوند و همت مردم بند وطن ولسوالی ارزگان خاص افتتاح می شود.
این بند وطن ولسوالی ورزگان خاص همین اکنون غیر خود امی اکنون به همت مردم یک انشالله این مردم در این منطقه ماندگار خواهد شد و یک الگوی خواهد شد برای مناطق دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از تمام مردم ورزگان خود که عربی تو تصمیم‌های خوب نیگر میگیرن. ما بخیر شاهد کارهای دیگر هم در داخل ورزگان خود بودیم و این بند وطن ورزگان برای تمام ورزگانی‌های خود، برای تمام افغانستانی‌های خود و بر تمام خیرین وطندارای خود چی در داخل است چی در بیرون است تبریک میگم. بسم الله الرحمن الرحیم. و گندم و شقایق بدمد ز دشت هایت ز بلند شانه هایت شود آفتاب تکثیر. بسم الله که گوش از مکه باش. بسم الله الرحمن الرحیم. از طرف هم دو مسافرانی که کمک منم تامین سرسبزی و فراوانی آب در این ساحه. الله که بند سرآغاز خوشبختی سرسبزی منطقه و بسته و روزگان شود به افتخار شک چک چک. سیمه ته گلزار شي سیمه کرا چې په پخو کې به دي خار شي. ماشاءالله ډیر مننه. خلاص تمام شو.